یکی از خطرناکترین تکنیک هایی که این روزها خیلی سفتگیرها ازش استفاده میکنن تکنیک RNC هست که اگر 3 تا 5 ثانیه توی این قفل گردن گیر بکنید باعث بیجونی شدید شما میشه، بیحالی شدید شما میشه و احتمال بیهوشیتون هم هست. اگر از 5 ثانیه بیشتر گیر بکنید به احتمال زیاد بیهوش میشید و هر چقدر این تایم بره بالاتر، مثلا بشه 20 ثانیه 30 ثانیه، احتمال مرگتون هم وجود داره. در اجرای این تکنیک به شریان کاروتید که در کنار گردن قرار گرفته و به مجرای تنفسی که در جلوی گردن هست فشار وارد میشه. این اتفاق باعث میشه که خون و اکسیژن به درستی به مغز نرسه و فرد حالا دچار بیحالی، بیهوشی و حتی مرگ میشه. ما تکنیک های کاربردی این حرکت رو اومدیم تست کردیم، امتحان کردیم که ببینیم باز ما بین اونها کدوم تکنیک آنچنان کاربردیه که یک بانو، یک نوجوان، یک فردی با یک جثه ضعیف و کوچک بتونه در مقابل یک مهاجمی، یک خفتگیری با جثه بزرگتر و قدرت بیشتر خودش رو رها کنه، از خودش دفاع کنه و بتونه حالا اون منطقه رو ترک کنه، مهاجم رو بعدش از کار بندازه که در ادامه کامل بهتون آموزشش میدم. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی. اگر کانالمون رو ساب نداری حتما کانالمون رو سابسکرایب کن و محتواهای ارزشمند دیگرمون هم ببین که بسیار بهت کمک میکنه محتواهای بعدیمون هم از دست ندی. آموزش کامل این حرکت و یکی دو تا از دفاعهای کاربردیش رو قبلا توی کانال گذاشتم، میتونید ببینید. حالا هم میتونید توی کانال بچرخید، هم براتون میذارم که لینکش این بالا بیاد و هم توی دیسکریپشن لینکش رو میذارم تا بتونید آموزش رو ببینید و راحت پیداش کنید. حتما اون رو هم ببینید، چون وقتی بفهمید یک حرکت چطوری اجرا میشه، آناتومی بدن توی اجرای این حرکت دقیقاً چطوریه، بهتر میتونید وقتی این حرکت روتون اجرا شد از خودتون دفاع کنید. دفاع اول این حرکت اینه که شما اصلاً اجازه ندید شخصی بتونه بیاد پشت سر شما و شما رو به این حالت بگیره. نباید خودتون رو توی موقعیت‌های خطرناکی قرار بدید که یک شخصی کاملاً به شما دسترسی داشته باشه برای اجرای این تکنیک. مثلا وقتی میرید جلوی دستگاه ATM فقط 2 نفرید، محیط خلوته، اون شخصی که پشت سرتون وایساده شما جلوتر از اونید، بهش بگید شما بیاید اول کارتون رو انجام بدید، من کار دارم. فضا فراهم نشه. حالا من یک مثال زدم، شما جاهای دیگه هم همینطور، جاهای خیلی خلوت نرید، تنها نرید. ازتون میخوام که وقتی بیرون میرید، حتی اگر کسی هم همراهتون هست، هوشیار باشید و به افراد دور و برتون، به محیط توجه بکنید. چه افرادی دارن از اطراف شما رد میشن، به ظاهرشون توجه بکنید، به نحوه نزدیک شدنشون توجه بکنید آدمی که داره بهتون نزدیک میشه سلاح داره یا نداره، آنالیز بکنید آدم‌ها رو. اگر یک ذره احساس خطر کردید به احساستون اعتماد کنید و اون منطقه رو ترک کنید. با کسی که همراهتونه اگر شخصی هست باش در میون بذارید و منطقه رو ترک بکنید، یا حالا حداقل یه فاصله زیادی ازش بگیرید که اگر شرایط اضطراری پیش اومد شما فرصت انجام کاری رو داشته باشید. توی محیط‌های باز سرتون رو توی گوشی نکنید که حواستون به اطراف نباشه. هدفون نذارید. اینها برای استفاده توی محیط‌های باز وقتی آدم‌های مختلف میتونن به شما آسیب بزنن یک اشتباه خیلی بزرگه. پس حواستون به این مواردی که گفتم باشه. اول باید به اینا توجه بکنید که هیچ شخصی نتونه بیاد پشت سر شما و این کار رو انجام بده و بخواد حرکت رو اجرا بکنه. حالا کار از کار گذشت به هر دلیلی و این اتفاق افتاد. یک شخصی رسید به پشت سر شما و میخواد تکنیک رو اجرا بکنه. اینجا اولین کاری که شما باید انجام بدید اینه که نذارید تکنیک کامل بشه. برای این که بتونید این کار رو بکنید باید تمرین کنید. توی خونه باید با همسرتون، با برادرتون، حالا با پدرتون، با مادرتون تمرین بکنید. تمرین لازم نیست حتما خونین و مرگبار باشه، سخت باشه. همین که شما آروم این کار رو با هم مرور بکنید یک آمادگی ذهنی به وجود میاد که وقتی اتفاق میفته ناخودآگاه بدنتون اجرا میکنه، چون توی بدنتون جا افتاده. باید تمرینش کنید با فرزندتون، حالا با اعضای خانواده، با دوستانتون. خب اینجا تا شما احساس دست کردید بهترین دفاعش اینجا اینه که شما نذارید کامل بشه. به هر طریقی شده جلوی دستی که داره میاد رو بگیرید و به سمتی که بازه بچرخید. ببینید الان اینجا بازه، بچرخید و با دست دیگرتون به اندام تناسلی ضربه بزنید. باید خیلی سریع این کار رو
انجام بدید تا دست اومد بگیرید و ضربه بزنید. حالا اگر ضربه اول جواب نداد، با این دستش داشت مقاومت میکرد، ضربه بعدی رو باز به نقاط حساس بزنید. ضربه های دیگه‌ای که توی قسمت های دیگه آموزش دادم، مثل ضربه به شریان کارودید با تیغه مشتتون، مثل ضربه به خلاف حرکت مفصل زانو، حالا هم این زانو هم اون زانو، میتونید ضربه بزنید و از کار بندازیدش. میتونید با پاتون به اندام تناسلی ضربه بزنید. هر جا که فضا باز بود شما میتونید ضربه بزنید. یا یک بار دیگه اجرا کنم، ببینید تا دست اومد با دست مخالف گرفته میشه، میچرخیم و ضربه میزنیم، نمیذاریم تکنیک کامل بشه، از کار میندازیمش و بعد منطقه رو ترک میکنیم. خب حالا کار از کار گذشت و باز تکنیک رو کامل تونست اجرا بکنه، دست رو قفل کرد. حالا برید آموزش این حرکت رو ببینید، کامل با نحوه اجراش آشنا میشید. الان تکنیک کامله. من اگر فشار بیارم، حالا هر چقدر که شما گردنتون کلفتر بشه، هر چقدر تقلای بیشتری بکنید، زودتر از حال میرید، بیهوش میشید. باید فقط سریع اون کاری که درسته رو انجام بدید. خب حالا توی این حالت اول باید سرتون رو به سمت آرنج دست جلوی مهاجم بچرخونید. چرا؟ ببینید حالت دست من یک جوریه که اگر شما به این سمت بچرخید، به سمت مچ دست، فشار بیشتری به مجراهای شما وارد میشه، مجرای خون و مجرای تنفسی. باعث میشه کمتر باز خون به مغز برسه، باعث میشه که تاثیر حرکت بیشتر بشه. اما توی حالت دست من این قسمت یه خورده فضای خالی داره، یه خورده فشار کمتری به شما وارد میکنه. اگر به این سمت بچرخید آزادی بیشتری دارید. حالا باستنتون رو به مخالف سمت دست قدرتمندتون حرکت میدید. مثلا اگر راست دستی باید به سمت چپ حرکت کنید. خب حالا به این شکل باستنتون رو میدید بیرون، با اینکه سرتون رو دادید به سمت آرنج من. حالا با دست قویتون یک ضربه محکم به اندام تناسلی میزنید. حالا این برای وقتیه که مهاجم آقاست و شما خانومید، یا حالا شما آقایی مهاجم هم آقاست. اگر مهاجم خانوم بود، با آرنج یک ضربه توی شکم محکم میزنید و به این حالت بهش فشار وارد. حالا همزمان این ضربه رو که زدید، با دست دیگرتون دستتون رو میندازید، ببینید زیر آرنج مهاجم به این حالت و میپیچید. حالا اینجا شما باید به یک موضوعی توجه بکنید. این وقتی هست که یک مهاجم راست دست شما رو بگیره. اگر یک مهاجم چپ دست شما رو بگیره، اون آرنجش که شما اگر بزنید زیرش دستش باز میشه، میاد این سمت. شما دیگه مجبورید بر خلافش عمل بکنید. الان بیشتر افراد دست راست و به این حالت حرکت رو اجرا میکنن. اما حالا ما فکر میکنیم که حالا دست چپ هم باشه. شما توی خونه تمرین بکنید. خب حالا این بار شما باز گردنتون رو به سمت آرنج دست جلو یه خورده میچرخونید، همزمان واسن رو میدید به سمت مخالفش، یک ضربه میزنید و میدانید زیر آرنج تا دست باز بشه و خلاص بشید. ضربه اول درست بزنید، محکم بزنید، دست باز میشه و شما رها میشید. حالا یه زمانهایی هست که مهاجم وقتی این تکنیک رو اجرا میکنه شما رو میکشه عقب، میزنه زمین. یعنی اگر شما توی ویدیوها دیده باشید به این حالت اجرا میکنن. اینجا وقتی مهاجم این کارو میکنه، ببینید سرش به سر شما نزدیک میشه. توی این حالت شما باید با دستی که سمت سر مهاجم هست سری دستتون رو ببرید و به قصد، یعنی با تمام قدرتتون سعی کنید چشمش رو فشار بدید. حالا ما اینجا محکم اجرا نمی‌کنیم، محکم که فشار بدید دستش شل میشه، میزنید زیر دستش، دستی که دور گردنه، و از توی دستش خلاص میشید، خودتون رو با زور میکشید بیرون، حرکت میکنید و خارج میشید. احساس درد رو که فهمیدید دردش گرفته، دستتون رفت توی چشمش، سریع میزنید زیر دستش و خلاص میشید. از این سمت هم اجرا میکنیم. بریم پایین. ببینید دست میاد برای چشم و با زدن زیر آرنج و کشیدن خودتون باید خارج بشه. اینجا کار آسون نیست. توی یه سطحی از اجرای این تکنیک هستید که نمیتونید کار خاصی انجام بدید و این دیگه بهترین کاریه که شما میتونید استفاده کنید. تا رفت شما نباید دیگه صبر بکنید که اون بتونه استقرارش رو درست کنه. تا اومد باید دستتون بره برای چشم، بره برای فشار دادن چشم و زدن زیر دست و پیچیدن خودتون، کشیدن خودتون. حالا ما محکم اجرا نکردیم، ولی شما باید با تمام زور تقلا کنید، با تمام زور بپیچید، با تمام زور بزنید زیر دستش، با تمام زور چشمشو فشار بدید. اینجا دیگه شوخی نداره. اگر این کارو سریع انجام ندید قطعاً وارد فاز بیهوشی میشید و حتی ممکنه وارد فاز مرگ بشید. خب این مواردی که گفتم، آموزشایی که خدمتتون عرض کردم رو حتما تمرین کنید. بدون تمرین کاربردی نیست، چون نمیتونید توی واقعیت به درستی اجراش بکنید، چون اصلا بدنتون قفل میکنه. کنترل ترس هم بسیار بسیار مهمه.
آموزشش رو گذاشتم، راهکارهای کنترل ترس رو گذاشتم. اگر ندیدی حتما ببین، انجام بده، ترس تو درگیری بیاد پایین، کنترلت بهتر بشه و بتونی خوب عملکرد رو داشته باشی. بهترین دفاع شخصی اینه که هیچ وقت خودت رو توی خطر قرار ندی، توی شرایطی قرار ندی که بتونن بهت آسیب برسونن. و اگر میتونی از وسایل مختلف هم برای دفاع شخصیت استفاده کن. مثلا یکیش مثل ماژی که حمل جرمی نداره اما میشه به خوبی ازش استفاده کرد. توی قسمت‌های قبل آموزش کار باهاش رو گذاشتم. یک ماژیک همراه باشه همچین شرایطی میتونی ضربه‌های خیلی خوبی بزنی، توی شرایط اضطراری میتونی خیلی بهتر ازش استفاده بکنی و اعتماد به نفست هم بالاتره، چون میدونی یک وسیله‌ای داری که میتونه آسیب جدی بزنه و تخریبگر باشه، از کارانداز باشه. اگر این آموزش برات مفید بود ممنون میشم که با لایک و نظر دادن از ما حمایت کنی تا محتواهای ارزشمند بیشتری برات بسازیم. جاوید باشی.